عکس رئیسان سرخم بانک‌های تاجیکستان شاید یکی از پربیننده‌ترین رسم‌های مقامات تاجیک بود که بعد جلسه رئیس حکومت پرزیدنت امامعلی رحمان نشر شد. از جمله پایگاه فیسبوکی خبرهای اقتصادی تاجیکستان با بازنشر عکس به سرهای خم مرادعلی علی مردان، جمال‌الدین نورعلیف، حسن اسدالله‌زاده و دیگرها مختصر نوشت که این وضع واقعی بانک‌های تاجیکستان میباشد. وبسایت پرزیدنت تاجیکستان شام 18 ینور گفت که در این جلسه امامعلی رحمان از مشکلات در ساحه بانکداری، وضع اقتصادی و مالی، اندازه‌سپاری و گمرک انتقاد کرد و از مقامات خواست که از پس اصلاح وضع شوند. جلسه وسیع حکومتی در سال روان از طریق شبکه‌های دولتی کشور به فرق از سالهای پیشین با قیچی‌زنی‌های زیاد پخش شد و تنها در دو مورد سخنرانی پرزیدنت خیلی کوتاه نشان داده شدند. در این نوارها صحنه سرزنش کار مقامات از جانب پرزیدنت نمایش داده نشد، هرچند در نوارهایی که بدون صدا با گزارش گوینده تلویزیون از جریان جلسه پخش می‌شدند، حول و حال تالا را نشان می‌دادند. طوری از طریق شبکه‌های تلویزیون به نظر می‌رسید اشاره‌های ناراضیانه پرزیدنت با انگشتان طرف برخی وزیران و رئیسان که مثل طلبه مکتب دستها روی سینه و با سر خم ایستادند نشان می‌داد که محض در ساحه زیر رهبری همین وزیر یا رئیس کمیته سال 2017 کمبودی‌ها و نقصان‌های زیاد راه داده شده است. طوری به چشم می‌رسید وقتی پرزیدنت درباره وزارت مالیه صحبت می‌کرد، وزیر مالیه از جای برخاسته با احساس گناه به طرف پرزیدنت نگاه می‌کردند و در نیمه دوم روز 19 ینور فرمان رئیس جمهور درباره برکناری وزیر مالیه عبدالسلام قربانیان صادر شد که در جای او رئیس کمیته سرمایه‌گذاری فضل‌الدین قهارزاده منصوب شد. علیشیر ظریفی، یک روزنامه‌نگار تاجیک میگوید مردم وقتی سر و صداها درباره تغییرات کادری را میشنوند با شنیدن خبر و تفصیلات بیشتر علاقه دارند. آنها میخواهند بدانند که پرزیدنت در این رابطه چه گفت و پاسخ مقامات چه بود. روزنامه‌نگار تاجیک میگوید بگذار چهره هر مسئول نهاد کشور برای مردم آشکار شود که وی طی یک سالی که در این کرسی هست چیکار کرده است، چی مسئولیتی نشان داده است. اما یک مقام نزدیک به حکومت تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی سبب کوتاه و مختصر پخش شدن جریان جلسه سالانه را شرح داد و گفت این به خاطر راه ندادن به اژیوتاژ یا در جامعه سر نزدن واکنش‌های منفی و هر گونه آوازه‌های ناجا کار گرفته می شود. این همصحبت ما گفت در صحیفه خبر به پرزیدنت تیجی نکته‌های اصلی جلسه و فرمانها درباره تغییرات کادری پخش کرده می شود که در شبکه‌های تلویزیون‌های دولتی نشان داده می شوند. همین کفایه است، افزود او. اما جلسه‌های وسیع سالانه در گذشته اگر زنده پخش نمی‌شد ولی به طور وسیع انتشار می‌شدند. همصحبتان ما می‌گویند حتی دیروز وقت جلسه سالانه پخش شد، هرچند صدای پرزیدنت را کم شنیدند ولی لحظه هایی که رئیس جمهور، رئیس خدمات گمرک، رئیس کمیته انداز و مسئولان دیگری نهادها را تنقید میکرد و تنبیه میداد، از روی آن که آنها از جای برخاسته خاموش گوش میدادند مشاهده کردند. فضل‌الدین خوجاєв، روزنامه‌نگار دیگری تاجیک میگوید وقتی که منصبداران انتخاب شده را سرخم می‌بینیم، یعنی این معنای آن را دارد که یا آنها به همان تنبیه تاشون یعنی قائلند، یعنی تمدیدهای خود را اقرارند و یا شاید از ترس هم باشد. همین طور حاصل این جلسه سالانه و خشم و ناراضگی های پرزیدنت در نسبت برخی مسئولان نهادها طوری از طریق شبکه‌های تلویزیونی نشان داده شد از وظیفه برکنار شدن رئیس خدمات گمرک عبدالفتاح غایب و وزیر مالیه عبدالسلام قربانیان شد. هر دوی این مقام قرار است به وظیفه‌های دیگر تعیین شوند. همچنین یک قطار نهادها تنبیه شنیدند و برای اصلاح وضع به آنها مهلت داده شد.